به نام خداوندی بخشنده مهربان. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز گرامی، برنامه که امروز تقدیمتان می‌نمایم نامه مرا علیحده نشر کنید. شماره 39 است، زیر عنوان پنجکن در گرو ترس، وقت نام مقامات به سلاح تهدید تبدیل می شود. بله، یک نامه گرفتیم بیننده گرامی از پنجکن که درباره یک زنی چیپتا فروش و دختری وی حکایت می‌کند. بنابراین نوشته این خانم با مقامات هم دست شده و برای ساکنان مشکل درست می‌کرده است. نامه طولانی است، بهترش خودتان آن را ببینید و آن چیزی که میگوییم در نامه آمده است. به نام خدا و با عرض درود و مهر. ما یک گروه از ساکنان شهر پنجکن میباشیم. در این نامه درباره یک شیطان سمی که راجع به موضوعهای زیرین صحبت می‌نماییم. یکم، از نام مقامات‌های قدرتی تهدید کردن. دوم، ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران کردن. سوم، غیر قانونی زمین دولتی را غصب کردن. چهارم، با مقامات‌های دولتی پاره و رشوه دادن. بابای و سوریا که سال تولدش 1978 می باشد، در گذری ترشکا و در بینای 11 که در کنار بیمارخانه کودکان جایگیر است، پدیز یک و آشیانه یکم که درش در طرف دستی راست است زندگی می کند. رقم تلفن موبیلیش بابای و سوریا خوب 92 810 2797. جای کارش دکانی چیپتای هوا پیما فروشی که در سراغ خیابان رودکی 141 می باشد. رقم های تلفنش هم اینجا نوشته هستند. جای خنده آور این نامه در آن است که 100% معلومات ها از دهان خودی بابای و سوریای اژدهار اعتراف شده است. چرا بابای و سوریا را اژدهار میگویند؟ چون که شخصا خود سوریای اژدهار با احساس افتخار و کبر بارها اعتراف کرده است که دخترانم مثل من اژدر هستند. یعنی اژدر این شکل اختصار شده از کلمه اژدهار که تفصیلات جنگره، غوغاگر و ستیزجو و ملامتگر می باشد. یعنی خودش و همه دخترهایش اژدهار یعنی فتنه‌جوی و جنگره گفتند. در پایان بازار خوراکواری مکتب تحصیلات میانه عمومی شماره 29 جایگیر است. آنجا را سالهای 1995 1996 با سوریا ختم نموده ایم. من با سوریا هم صنف هستم، سالمان یک و صنفمان دیگر. پس از ختم مکتب من در سری زمینی نزد ساحل دریای زرافشان به کشت و کار شالی مشغول شدم. از درآمد این شغلم خانه نگردیده با همراهی عائله‌ام به سنت پترزبورگ روسیه هجرت کردم. پس از 25 سال زندگی در سنت پترزبورگ با من و فرزندانم از کمیسریت حربی روسیه دعوتنامه به جنگ اوکراین آمد، چون که شهروند آن کشور بودم. همراه عائله‌ام ماه ینور همین سال 2026 به پنجکن برگشتیم. حالا شغلم در اینجا مسافرکشانی تاکسی می باشد. زمانی که تاکسی رانی را شروع کردم سپس درک کردم که چرا مقامات قدرتی از رانندگان تاکسی همچون منبع معلومات استفاده میکنند. زیرا تاکسیرانها از اوضاع اجتماعی و سیاسی جمعیت آگاهی پوره دارند. از اقیانوس این معلومات ها خبرها درباره سوریا که هم صنفی من بود و دختری بدگشت کلانیش با تخلص کنیزکی دیرتر درباره‌اش گفتم میگذاریم دقت مرا جلب کرد. در این 25 سال هجرتم در پنجکن بسیار خانه شکنی ها روی داده است. بابای و سوریا پس از ختم مکتب رقم 29 با سهرابی کانتینر که سال تولدش 1974 است، یعنی 4 سال از سوریا کلانتر، خوب دیگر دوست داشتن یکدیگر را و ازدواج کردند. سالهای 90 در پنجکن حالتهای گردش غیر قانونی مواد مخدر اوج گرفته بود. به نقل یار و دوستانی سهرابی کانتینر اما سالها گروه از قاچاقبران پنجکن نارکوتیک را توسط گذرگاه عقیبشان یعنی از مقعد بر روده‌هایشان وارد کرده به روسیه برای فروش این نارکوتیک می‌رفتند. اگر دیگران مقدار 150-200 گرم نارکوتیک را با مقعدهایشان وارد کنند، این سهرابی کانتینر حجمی وزن‌تر و کلانتری نارکوتیک را که این مقدار را کانتینر می‌نامیدند توسط مقعدش بر روده‌هایش روانه کرده با مقصد فروش آن به روسیه می‌رفت. بنابراین سهراب را همچون سهراب کانتینر می‌شناسند. من اکای سهراب را یادآور نمی‌شدم اگر اینجا قانون شکنی مثل قاچاقی غیر قانونی مواد مخدر جایی نمی‌داشت. سال 1997 سوریای اژدهار با سهراب کانتینر خانه‌دار می‌شوند. تا سال 2008 یعنی دوام 11 سالی خانه‌دار شوی سهراب کانتینر با مقصد قاچاق مواد مخدر منتظم روسیه رفته می‌آمد. خودی همان سال 2008 سهراب کانتینر همسرش بابای و سوریا را 3 طلاق اجرا می‌دهد. سببش دستگیر شوی اس‌ام‌اس‌های خیانتکارانه سوریا با یک پروکورور شهر بود. در نامه‌ها از ناحیه‌های شماره 309 نویسنده از پنجکن گفته بود که پنجکن را پروکوراتور به جلبخانه تبدیل کرده است. متاسفانه راست میگوید. این روند با زنهای شوهردار دست درازی کردن کارمندان پروکوراتور سالهای 2008 از بابای و سوریا آغاز گشته بود. به این نگاه
نکرده بابای و سوریا و باقی مانده زنهای پنجکند بدانند که اگر مادگاو پاود ندهد برزگاو هیچگاه با طرف مادگاو نگاه نمیکند. خوش اخلاقی از خود مادران شروع می شود با مقصد عبرت آموزی، نه جاسوسی به حیات شخصی کس. اینجا یک حادثه را مثال میارم تا با مادران پنجکندی عبرت شود، چون که خدا در سوره یوسف میفرماید در این داستان عبرت است به مردم می کنجکاو. این حادثه از دهان خود بابای و سوریا اعتراف شده است. سالهای 2015-2016 دختری بدگشتی بابای و سوریا با تخلص کنیزک وقتی به کوارتیرشان که در همان گذری ترشکاوا است باز میگردد، مادرش بابای و سوریا را با یکی از رئیسان بانک های حالا مفلس شده اگرا اینوست بانک و یا تاجیک صادرات بانک که آن رئیس برابر پدری بابای و سوریا بود دستگیر میکنند. بابای و سوریا میگوید که پس از این حادثه این هنگامیست هر وقت که این دخترش را به راه راست هدایت کردنی شود، این دخترش آن حادثه را شنتش کرده و دهان مادرش مهر میزده است. اینجا وارد جزئیات چگونه دخترش با یک پسری دکتر مدت یک هفته خوب دیگه فرار میکند و بابای و سوریا با ملیس خانه رفته هر روز تا پیدا کردن دخترش گریه ها میکند نمیشویم. داستان را اینجا اکتفا میکنیم، زیرا مادران پنجکندی اگر خواهند که دختران صالحه داشته باشند، مادران خودشان باید به دخترانشان نمونه عبرت باشند. اکنون میگذاریم به جنایت‌های بابای و سوریا. بابای و سوریا چی خیلی کی یادآور شدیم خیلی جنگره است. تهدید دوست داشتهش به زبان روسی چنین است: всех правоохранительных органов на ноги поставлю. طبق معلومات منبع بابای و سوریا از نام کمیته دولتی امنیت ملی تهدید نموده با این راه ترتیبات جمعیتی را در پنجکند دغلانه ویران میکند. خودی بابای و سوریا با دهان خودش اعتراف کرده است که چگونه امنیتی را در جنگ و جنجال‌های ضد آدم‌ها استفاده کرده تهدید می‌نماید. رقم تلفن امنیتی که به نقل بابای و سوریا در تهدیدهایش اشتراک کرده است 88 700 07 73. این امنیتی که توسط این یعنی تهدید میکند. بنابراین از جنرال پالکونیک سیمومین ستارویچ یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان خواهش مینمایم که نسبت این کارمند کمیته دولتی امنیت ملی در شهر پنجکند برای یکم از منصب دولتی سوء استفاده کردند، دوم و با این راه مقام و چهره کارمند کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان را پس زدن چاره‌های جدی دیده شود. جنرال پالکونیک سیمومین ستارویچ یتیموف شما نزد کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان وظیفه‌های زیرین را مقصد گذاشته اید: یکم حمایت ساخت دولتی و جمعیتی، دوم تامین دخل ناپذیری حدودی و استقلال، سوم تامین مستقلیت سیاسی و ملت، چهارم تامین تندرستی ملت، پنجم حفظ ترتیبات جمعیتی، ششم مبارزه با جنایتکاری، هفتم تامین امنیت تکنوگنی و حمایت از خطرهای و آفت‌های طبیعی. اما زیرتابعین شما جناب اس یتیموف خصوصا در شهر پنجکند روی راست آیین‌نامه کمیته دولتی امنیت ملی را دغلانه ویران کرده ضد پرینسیپ و ارزش‌های کمیته دولتی امنیت ملی عمل کرده ایستادند. همچون پیشکه در زندگی روزمره مردم دخالت کردن این خلاف وظیفه کمیته دولتی امنیت ملی است. کنیزک تخلص دختری بابای و سوریا است. طبق معلومات منبع از جای کارش در آریون بانک سال تولد کنیزک ماه دکبر سال 1998 می باشد. رقم تلفن موبیلیش 92911 6969. سبب تخلص کنیزک را کسب کردن این است که با مردها بر عوض پول و چیز مناسبت‌های شهوانی را انجام می‌داده است. یعنی با گفت روسا بی‌توا یک پروستیتوسیا را دوست می‌داشته است. به نقل دوستان سهراب کانتینر پدر کنیزک سهراب کانتینر فرزند اولش را یعنی این دختر کنیزکش را به نکاح به دنیا آورده است. شاهدان حال می‌گویند که این کنیزک مردمی سطح زندگیشان پس را از شرایط بد مالی و اقتصادیشان مثال آورده تحقیر و سرزنش میکند. آنها را با حس کبر و غرور استهزای تند و تیز میکند. صرف نظر از سن و سال زنهای پنجکندی حتی زنهایی که برابر بیبیش میباشند این دختری بابای و سوریا پگلون استهزا و سرزنش میکند. یک همکار کنیزک از آریون بانک نقل میکند که اگر تهدید دوست داشته بابای و سوریا всех правоохранительных органов на ноги поставлю باشد تهدید دوست داشته دختر کنیزکش چنین است: از پنجکند زده بدرقه میکنم. مراجعت من به وزیر کارهای داخلی جنرال پالکونیک میلیسیا رمضان رحیمزاده و جنرال لیتنانت عدلیه پروکورور جنرالی جمهوری تاجیکستان حبیب الله واحدزاده این است که شما از سپری شدن دوره‌های رکتی سالهای 90 حرف میزنید، اما در پنجکند شیطان زنهایی هستند که با نام و تخلص سوریا اژدها و دختر او که تا حال با پنیت که های سالهای 90 زندگی کرده ترتیبات و ثبات آرام و آسوده جمعیتی را دغلانه ویران میکنند وجود دارند. از شما خواهش کرده می شود که چاره این الیمنت های منفی از دوران رکتی سالهای 90 باقی مانده را مطابق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان به طور فوری و قاطعانه دیده برآید. جنایت های دیگر این
شیطان سمی که پاره و رشوه دادن به مقامات و غیر قانونی زمین دولتی را غصب کردن است. این دختری با دهانی بابای و سوریا جنایت‌های داخلی اولیویش را به اطرافیان شخصا خودش اعتراف کرده است. به نقل شخصی خود دخترش، او و مادرش بابای و سوریا با اداره دخلدار حکومت پاره و رشوه داده بالکن کوارتیرشان را تا 2 متر از حساب زمین دولت غیر قانونی وسیع‌تر کردند. همچون اسناد و حجت عکسای این جنایتشان را پیشنهاد می‌کنیم. بنابراین ریاست حفظ ترتیبات جمعیتی وزارت کارهای داخلی از اگنتی دولتی نظارت مالیوی و مبارزه با کروپسیا جمهوری تاجیکستان، پروکراتور گنرالی جمهوری خواهش می‌نماییم که ضد بابای و سوریا و دختر او با مدعای سوء استفاده از وکالت‌های منصبی برآمدن، از حد وکالت خدمتی از نام مقامات قدرتی تهدید کردن، رساندن زیان و ضرر معنوی، پرونده شده تفتیشات را سر کنند. حالا در این ماه شریف رمضان از خدا خواهش می‌نماییم که این دو شیطان زن را بابای و سوریا و دخترش را مطابق قانون الهیش به جوابگری کشد. اللهم آمین یا رب العالمین. خوب، اکنون بیننده عزیز گرامی، این نفری که این نامه را نوشت هر چه گفتم این مسئله یعنی میتواند که شکایت کنید، گفتن شکایت ما را هیچ مقام ندید و خواهش کردند که حتما در اصلاح نشر کنید تا اینکه وضعیت ما خیلی بد است و این امکانی اصلاحش وجود دارد. اکنون پس گفتار اصلاح. بیننده عزیز گرامی، این نامه نه برای سیاه کردن نام شخصی بلکه برای روشن کردن یک درد است. اگر حتی نصف این ادعاها واقعیت داشته باشند پس مسئله فقط یک عائله نیست، مسئله فضای ترس، سوء استفاده از نام مقامات و احساس بی‌جزایی در جامعه می باشد. مردم وقتی نام ساختارهای قدرتی را همچون ابزار تهدید میشنوند اعتمادشان به دولت کاسته می شود. قانون باید سپر باشد نه سلاح. اگر کسی از نام مقامات استفاده برده ترتیبات جمعیتی را خللدار میکند، این پیش از همه به نفوذ خود دولت لطمه میزند. از مقامات حفظ حقوق و ساختارهای مربوطه طلب کرده می شود به چنین شکایت ها بی‌طرفانه و شفاف رسیدگی کنند. هر گونه سوء استفاده از نام مقامات قدرتی را قطع نمایند. نگذارند که احساسی بالای قانون بودن در جامعه ریشه بگیرد. جامعه از شما انتظار دارد که با تهدید، فساد، رشوه و پایمال شوی ترتیبات جمعیتی مبارزه برید، نه اینکه قوا و وقت دولت و مسئله های ظاهری مصرف شود. مردم میپرسند آیا وظیفه اولین درجه مقامات قدرتی نظارت قانون شکنی است یا پیگیری ریش‌تراشی، حجابگیری و لایک‌های شبکه‌های اجتماعی؟ اگر واقعا هدف حفظ امنیت ملی و ترتیبات جمعیتی باشد پس دقت باید به جنایت، فساد و تهدید واقعی روانه گردد، نه به نمود ظاهری شهروندان و فعالیت مجازی آنها. قانون باید به عمل تطبیق شود، نه انتخابی. عدالت باید دیده شود، نه تنها اعلان گردد. امروز مردم از مقامات قدرتی عمل می‌خواهند، عملی که اعتماد را برقرار کند، نه ترس را. بله بیننده گرامی، امیدواریم که در این قضیه مقامات قدرتی دست به کار میشوند و نمیگذارند که چنین افراد ترتیبات جمعیتی را خللدار نمایند، نه اینکه از پشت جلک و ریش و حجاب و نمیدانم لایپونی کردند، در حالی که اینها ضررشان بیشتر از آن است که یک انسان ریش میماند یا حجاب میپوشد یا اینکه نمود ظاهریش با کدام مقامات یا با پیشوا خوش نمی آید. بله بیننده گرامی، در گذاشتن لایک ها و انتشار این برنامه ما را همراهی نمایید. با شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.